زبان جهان دانید. سلام به همه، خوش آمدید به کانال tajenglish.com. مکانی است که برای شما زبان انگلیسی رو همچون واسطه معاشرت آسان و قلای میفهماند. و در درس امروز ما تصمیم گرفتیم که با سه سوال اعضای گروه جواب گردانیم. خب سوال یکم، جبارов شادمهر سوال داده است که شما شوخی دارید یا شوخی کرده ایستادی؟ همین رو با زبان انگلیسی چه خیلی ترجمه کنم؟ واقعا یک نفر با شما تلفن میکنه میگوید که تبریک شما لاتری گرین کارت رو برد کردید. شما میگید بشوخی یا شوخی داری؟ همین بشوخی یا شوخی کرده ایستادی؟ همین رو با زبان انگلیسی چه میگن؟ پس رفتیم. Are you kidding? 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 Are you 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 kidding? و سوال دوم از طرف این عطوف قدردین نوشته است که در دندان رو با زبان انگلیسی چه میگن؟ در دندان toothache. 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 مثال من در دندان دارم. من I داشتن have در دندان toothache. I have a toothache. I have a toothache. I have a toothache. I have a toothache. و سوال سوم از طرف سلیمان بهادر نوشته است که من میخواهم زبان انگلیسی رو آموزم. همین رو با زبان انگلیسی چخیل ترجمه کنم؟ خب من want خواستن to learn English. to learn English زبان انگلیسی آموختن. I want to learn English. I want to learn English. من میخوام زبان انگلیسی رو آموزم. پس در کجا؟ I want to learn English in tajenglish.com. اگر شما هم یگام سوال دارید یا یگام درخواست دارید یا یگام موضوع زبان انگلیسی رو نمیفهمید، در کامنت نویسید. ما حتما خوانده از نام شما ویدیو خواهیم کرد. تا درس آینده، بای.